حالا یک معروضه خیلی مختصره در مورد پشتوانه صورت میگیره. خواهش میکنم. شاه ایران زمین کوش بزرگ به بردگی پایان داد. او آدمگری و آزادی و آیین را پیشکش نمود. پادشاه او نمونه جهان. ببینید ثابت شد که میتونم بخونم. خیلی مشکله. به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد. به فیض کیانی یکی تخت ساخت چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت که چون خواستی دیو برداشتی ز هامون به گردون برافراختی. سر سال نو هرمز فریدون برآسوده از رنج تنگه زکین بر نوروز نو شاه گیتی روز بر آن تخت بنشین پیروز روز. چو خورشیدی تابان گویان هوا بر او نشسته شاه فرمان روان. جهان انجمن شده بر تخت او از آن بر شده فری بخت او. به جمشید بر گهر افشاندند مر آن روز را روز نو خواندند. بزرگان به شادی بیاراستند می رود و رامشگران خواست. جشن فرخ از آن روزگار بماند از آن خسروان یادگار. تقدیر کنم که این دخترها چقدر زحمت کشیدن و به فرهنگ نیاکان خودشون اهمیت دادن که رفتن خط یا دبیره فارسی رو یاد گرفتن که بتونن دسترسی پیدا کنن به گنجینه از اشعار و ادبیات و تاریخ خودشون که به زبان پارسی و به خط پارسی نوشته شده. اجازه شما میخوام به خانواده این 4 دختری که زحمت کشیدن و خط فارسی یاد گرفتن یه مقدار ارمغان و پیشکش بدم. اول از همه مادر حمیده واسه که همچین دختری و یه پولی درست کرده. یکی با شما، یکم با شما. همینی؟ خیلی ممنون. خیلی زحمت کشید. خدمت شما و شما بچه ها. یکی مال شما، یکی مال شما. افسانه اون خواهر بزرگ که اینقدر زحمت ایشونو میکشه. اینم خدمت شما چون شما بچه بزرگی خواهش میکنم. اسرار حسن زاده. اولا تبریک میگم همچین دختری شما بزرگ کردی. این خدمت شما و این واسه کوچیکا. این کوچیکا یکی به شما، یکی برای شما. شما دوتا هم تو ماشین بهتون میدن. چند تا شاگردانی که حروفات فارسی را از خود کردن اکنون بر اقیانوسی علم گفتن ممکن راه یافتن تقدیم کنم. خواهش میکنم. این کسا هستن؟ بله. خواهش میکنم. باید چکارشان یک کنسر؟ ما هم بیا.